باب سیوم، تشویش و هیجان چه عاقبت دارد؟ هر آدم که با تشویش و هیجان مبارزه برده نمیتواند جوان میمرد. الکسیس کارل. چند سال مقدم همسایه در را کوفت و مرا راضی کنانیدن خواست که از کسلی نغزک گذرانم. او هم از جمله آن هزارها اختیارانی بود که برای از نغزک گذرانیدن دری ساکنان نیویورک میگفتند. آدمانی تسخور ساعتهای دراز نوبت پایده میگذرانیدند، نه تنها در مؤسسه‌های طبی بلکه در دپوهای آتش خاموشکنی، اوچستگاه‌های پلیس و کارخانه‌های کلان صنعتی نقطه‌های گذرانی تهیه شده بود. زیاده از 2000 دکتران و همشیره‌های شفقت شب و روز مهنت کرده به انبوه آدمان دارو میگذرانیدند. سبب این شور و ولوله در چی بود؟ در نیویورک 8 نفر گرفتار بیماری نغزک شده، 2 نفری آنها وفات کردند. 2 حادثه فوت در شهری که 8 میلیون نفر اهالی دارد. باید قید کنم که من زیاده از 38 سال باز در نیویورک زندگی دارم و باری هم کسی درم را نکفته است تا از شدت هیجان بیماری که در این 40 سال آخر به مردم از نغزک دیده 10,000 بار زیادتر ضرر آورده است گذرانیده نجاتم بدهند. یگان اختیاری درم را نکفت و آگاه هم نکرد که در ایالات متحده آمریکا از 10 کس 1 نفر آدمان به خرابی سیستم عصب که سببگار آن اساساً تشویش و هیجان و اختلافات تأثیر بخش است گرفتارند و من باید خود را احتیاط کنم. اینک این باب را نوشته ساده نیت دارم در شما را گفته از این خطر آگاهتان سازم. عالم معروف دارنده جایزه نوبلی در بخش طب الکسیس کارل، دکتر و فیزیولوژی فرانسه که سالهای 1904-1939 در ایالات متحده آمریکا زندگی داشت گفته است: هر آدمی که با تشویش و هیجان مبارزه برده نمیتواند جوان میمیرد. این به هم به صاحبخانه زن و هم به بایتار هم به سنگ تراش دخل دارد. یک چند سال پیش من تعطیل خود را همراه گابر، یکی از خادمان طبی راه آهن سانتافه در سیاحت اتومبیلی در تگزاس و نیو مکزیکو گذرانیدیم. همسفری من وظیفه سرتراپیوت اسوسیاسیون بیمارخانه‌های مکزیکو، کلرادو و سانتافه را اجرا می‌کرد. وقتی سخن از تأثیر تشویش و هیجان به انسان رفت، او چنین اظهار نمود: 70% اشخاصی که به دکتر مراجعه میکنند اگر از تشویش و هیجان رها یابند خود از خود صحت میشوند. گمان نکنید که من بیماری آنها را مفهوم و خیالی میشمارم. نه، بیماری آنها نیست. فرض کردیم چون دندان درد واقعی و اکثرا خیلی جدی است. من بیماری های از قابل علت عضوهای هاضمه در اساس بحران عصب، زخم معده، کسلی های دل، بیخوابی، سردرد و بعضی نمودهای فلج را در نظر دارم. این بیماری ها واقعی هستند و من چی گفتنم را میدانم. شخصا خودم را نیز 12 سال رسا زخم معده عذاب داده است. ترس تشویش را پیدا میکند. تشویش باشد شما را آشفته حال و عصبی نموده، به عصبهای معده تاثیر میساخته، ترکیب شیره معده را تغییر میدهد که در بسیار موردها این باعث زخم معده میگردد. دکتر جوزف مونتگیو، مؤلف کتاب علت معده در زمینه عصب، نیز همین خیلی عقیده دارد. او میگوید زخم معده از آن چیزی که شما میخورید، نه، از آن چیزی که شما را میخورد پیدا میشود. دکتر کلینیکی یا طبیبی حاذق آلوارز گفته است: زخم معده وابسته به درجه بلند یا پس شدن شدت اضطراب کشاده و محکم می‌گردد. این خلاصه بعد تحقیق 15,000 میزاجان که در کلینیک میا از زخم معده تبابت گرفتند پیدا شده است. از 5 نفر 4 نفر این بیماران سبب‌های فیزیولوژی به این بیماری گرفتار شدن را نداشتند. هراس، اضطراب و هیجان، خودپسندی بی‌حد، مطابق شدن توانستن به حقیقت جاری حیات باعث گشته است که این آدمان به بیماری‌های عضوی هاضمه و زخم معده گرفتار شوند. زخم معده باشد آدم را می‌کشد. از روی معلومات مجله لایف این بیماری در قطار 10 بیماری‌های مرگ آورترین دنیا می‌ایستد. من و دکتر گارلت هابین که در کلینیک میو کار می‌کند مکاتبه داریم.
او در کنفرانسی هر ساله اسوسیاسیون تراپیست و جراحی امریکا معروضه نموده درباره تحقیقاتش عائد وضعیت تندرستی 176 کارگران مأموری که سن سالی میانشان 44 از 3 ساله را تشکیل میداد معلومات جالبی دقتی آورد. معلوم می شود از یک نفری این کارگران به بیماری‌های به شدت هیجان وابسته، کسلی دل، زخم‌های عضوی هاضمه، فشار بلند خون و غیره گرفتارند. تصور کنید از 1/3 آدمان هنوز به 45 سالگی نرسیده خود را به چه بیماری‌های گرفتار می‌کنند. موفقیت آنها برای کارشان، پیشرفتشان با زینه‌های وظیفه با چه نرخی بلند به دست می‌آید. به گمان من این هیچ وقت موفقیت نیست. حقیقتاً هم مگر آن آدمی را که بر عوض پیشرفت کارش سلامتیش را از دست می‌دهد ممکن است که شخصی باقرار نامیم؟ می‌ارزد مگر دنیا را به دست دراری ولی به عوض سلامتیت را از دست بدهی؟ آخر کسی باشی نباشی، چیزی داشته باشی نباشی، در یک بستر می‌خوابی و روز 3 بار خوراک می‌خوری که چنین امکانیت را باشد حتی زمین کنی عادی هم دارد. حتی ممکن است او نسبت به مأموری بلند معاش آرامتر خوابد و خوراک خوردش بیشتر آشش شود. دیگران را نمیدانم، شخصا من نسبت به آنی که راهبری بلند پایه شبکه‌های راه آهن یا صاحب فیرمه ستاره های اعلی صفت باشم و در 45 سالگی سلامتیم را بایدی هم یک کار دهشت های الاباما بودن را اولاتر می دانم. سیگار می گفتم و یک چیز به خاطرم اومد. یک سروری فیرمه مشهوری سیگار چند پیش هنگامی در جنگلزاری کانادا استراحت کردنش از بیماری دل وفات کرده بود. میلیون‌ها دلار داشت ولی در سن 61 سالگی از دنیا گذشت. خود از خود معلوم است که او سالهای زیادی حیاتش را از دست داده. بر عوض آن هم اگر همین طور گفتن ممکن باشد موفقیت به دست آورد. من باشم چنین اندیشه دارم که صاحب این فیرمه سیگار براری نصف آن موفقیت ها را که پدری من فرمری شتات میسوری که در سن 89 وفات کرده بود و در کیسه $1 نداشت به دست نآورده است. برادران مشهور میا اظهار نمودند که زیاده از نصف کت‌های بیمارستان مملکت را آدمان اشغال کردند که به بیماری‌های عصب گرفتارند، ولی وقتی بعد از مرگ رشته‌های عصبی بعضی آنها را زیر میکروسکوپ‌های پرقوت از نظر گذرانیدند معلوم شده است آنها هنوز خیلی مستحکمند. از این عیان می‌گردد که کسلی عصبی این بیماران زمینه فیزیولوژی نداشته، سببگار آنها تأثیر حسیات‌های ناامیدی، افتاد روحی، ناآرامی، ترس و غیر شده اند. پلاتون گفته است که خطای کلان دکتران در آن است که جسم آدم را طبابت می کنند و بر روحشان اعتبار نمی دهند، حال آن که تن و جان یک واحدی تام بوده از هم جدا وجود داشته نمی توانند. به علم طب 23 عصر وقت لازم شد که این حقیقت را درک نماید. ما اکنون نو آن شاخه علمی طب را که پسیخوماتیک نام دارد رواج داده ایستاده ایم. این شاخه علمی طب در یک وقت هم جسم و هم روح را همراه طبابت می کند، حال آن که این کار را کیها کردن لازم بود. طب بسیاری از بیماری های گذرنده به مثل نغزک، طاعون، تب لرزه و غیره را که میلیون ها آدمان را خاک و آب کردن اساساً از بین برد، ولی طب هنوز هم قدرت ندارد که به بیماری های روحی و حسیاتی که برنگ ایزندگان آنها میکروب، نیو، هیجان، اضطراب، حزن، ترس، بخیلی، مایوسی و با آنها مانند حالت هاست غالب آید. شماره قربانی های بیماری شدت هیجان با سرعت می افزاید. از روی حساب دکتران از 10 نفر امریکایی 5 نفرشان یک قسم حیاتشان را در مؤسسه های طبابتی بیماری روح و عصب می گذرانند. از 6 یک نفر جوانان ما که هنگام جنگ دوم جهان به عسکری دعوت شده بودند از سبب علت عصب و روح به ارتش قبول نشدند. کسلی روحی چگونه پیدا می شود؟ با آن سوال کسی جواب پره و عمیق داده نمی تواند، ولی پره امکان دارد
که در بسیار موردها ترس و اضطراب می توانند باعث پیدایش آن گردند. شخصی ترس خورده و به اضطراب افتاده که دیگر قابلیتی به دنیای واقعی مطابق شوی ندارد، تمام علاقه های خود را از عالمی اطراف کنده به عالمی اندیشه های خود وارد می شود و به همین وسیله از تشویش و تهلکه خلاص خوردن می خواهد. هنگامی که این سطرها را می نویسم، بالای میزم کتاب دکتر ادوارد پولسکی تشویش بس آرام زندگی کنید می خوابد. انا به عنوان بعضی بابهای آن دقت دهید. تشویش به دل چگونه تأثیر می رساند؟ فشار بلند خون و علاقمندی آن به تشویش و هیجان. تشویش می تواند باعث تربات شود. به خاطر سالمی معده کم به هیجان بیاید. تشویش چگونه می تواند باعث زکام گردد؟ تشویش و غدودهای سپرشکل، کسلی قند که به آن تشویش باعث گشته است و غیره. باز یک کتاب دیگر آدم بر ضد خود نیز به پرابلم‌های تشویش و هیجان بخشیده شده است. آن به قلم روانشناس معروف کارل مننگر تعلق دارد. کتاب مننگر یک کشفیاتی برجسته است در برابر آن که اگر به حسیا داده شویم به خود چقدر ضررها می‌آریم. اگر شما خواهید که به خراب کردن عمرتان خاتمه گذارید، این کتاب را بخرید، خوانید و از تفصیلاتش نزدیکتر و دوستانتان را آگاه سازید. نرخ آن $4 است و این مفیدترین خرید شما در حیاتتان خواهد شد. اضطراب حتی خونسردترین آدمان را نیز میتواند گرفتار بیماری سازد. جنرال گراند این را در انجام جنگ گرژدنی حس کرد. انا این خیل حکایه میکنند. اتریت جنرالی که لوچ و گرسنه مانده بود به تدریج پاره پاره میشد. پالکای تام رو به گریز می نهادند. بعضی اسکران جماعت‌های نمازگزاری تشکیل داده داد و فریاد می زدند و گریه و ناله می کردند. انجام کار نزدیک بود. اسکران لی در ریچموند انبارهای پخته و غله و کارخانه را آتش زده شبانه از شهر در گرداب آتش افتاده فرار نمودند. ارمی گراند حریفان را دنباله گیری می کرد و از هر جانب ضربه می زد. خودی گراند از ضربی سردبیری جانگوداز نیمکور شده از ارمیش قفا مانده شب را در خانه یک فرمر می گذراند. پایم را در آب شیرگرمی خردلدار غوطانیده می نویسد گراند در خاطره هایش. امید داشتم ما پگاهی به می شوم. صبح روز دیگر گراند در رفت شفا یافت، ولی او را نخردل بلکه خبری خوشی که افسری سوار رسان تبابت می کرد. او مکتوبی لی را که در آن خواهش تسلیم شدنش ثبت یافته بود آورد. وقتی افسر به نزد من در آمد هنوز سرم درد می کرد. می نویسد او هنگام مکتوب را خواندم در رفت صحت شدم. پر انیق است که تشویش و اضطراب شدت عصب باعث سردردی گراند شده بودند. وقتی از این حالت شدید رها گشت در خود باور حاصل کرد و از موفقیتی به دست آورده شاد گردید. او همان دم صحت یافت. برای آن که ببینیم و بفهمیم که تشویش و هیجان آدم را به چی گرفتار می سازد، به کتابخانه یا بیمارستان رفتن شرط نیست. از تیریزی خانه‌ای که نشسته این کتاب را نوشته ایستادم نگریسته کفایه است تا ببینم که یکی را تشویش به علت عصب و دیگری را به کسلی قند گرفتار نموده است. وقت مونتین فیلسوف معروف فرانسوز را حاکم شهر باردو انتخاب نمودند، او با همشهری‌هایش رو آورده گفت من راضیم کاری شما را به دست گیرم، ولی به جگر و ششنه.